واقعا میشه یه شب پولدار شد؟ اگه میشه، از چه راههایی میتونیم پولدار بشیم؟ اگه شما هم دنبال این هستی که یک شبه پولدار بشی، بهت پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشی. سالهاست که وعده یک شبه پولدار شدن رو میشنویم. افراد مختلف با پیشنهادهای عجیب و وسوسه انگیز که بهمون میدن، سعی میکنن ما رو قانع بکنن تا اون کاریو که مد نظرشونه انجام بدیم، که توی 99% مواقع نه تنها یک شب پولدار نمیشیم، حتی اوضاعمون از قبلا بدتر میشه. اما واقعا میشه یه شب پولدار شد یا نه؟ چطور یک شب پولدار شیم؟ اولا بذار اینو بگم که منظور از یه شب پولدار شدن این نیستش که من امروز بیام 100 میلیون تومان توی کاری بذارم، فردا 100 میلیون من بشه 20 میلیارد تومان. چنین اتفاقی تحت هیچ شرایطی برای هیچ کس نمیافته. منظور از یه شب پولدار شدن اینه که خیلی سریع نسبت به بقیه کارها به پول برسی، به درآمد بالایی از طریقش برسی. همون جوری که گفتم نسبت به بقیه شغلا باید سریع‌تر باشه. به عنوان مثال شما اگه کارمند باشی، یه حقوق 15 الی 20 میلیون تومانی دریافت بکنی و همینجوری زندگیت یه روند تکراری داشته باشه، تحت هیچ شرایطی نمیتونی ثروتمند بشی، نمیتونی خونه گرون بخری، نمیتونی ماشین گرون قیمت بخری. اما اگه یه ایده خوب داشته باشی، کاری انجام بدی که درآمدت سقفی براش تعیین نشده باشه و بتونی درآمدتو روز به روز بیشتر بکنی، اون موقع میتونی به پولدار شدن فکر بکنی. اون موقع ما میتونیم اسم ایده شما رو بذاریم ایده یک شب پولدار شدن. البته منظور من هم این نیستش که بخواد 10 سال طول بکشه که به پول برسی. معمولاً به کارهایی که ما رو زیر 2 الی 3 سال ثروتمند میکنه میگیم کارهایی که ما رو یک شب پولدار کرده. اگه شنیدی که قراره یک هفته‌ای ثروتمند بشی، قراره 3 روزه پولدار بشی، اون فضا رو ترکش بکن. کاملا برای کلاهبرداری ساخته شده چنین فضاهایی. متاسفانه با شرایط بد اقتصادی که وجود داره، خیلیا گول حرف چنین افرادی رو میخورن و نه تنها یک شب پولدار نمیشن، اون پولی هم که از قبل داشتن از بین میره. نمونه بارزش سرمایه گذاری روی بازارهای مالی. خیلی از اساتید هستن که کارشون درسته و خیلی خوب راهنمایی میکنن و مشاوره میدن. از طرفی خیلی هم هستن که با مشاوره اشتباه و رویا فروشی باعث مالباختگی افراد زیادی شدن. طرف اومده خونه‌شو فروخته رفته ترید کرده، ماشینشو فروخته ترید کرده. به چشمم دیدم چنین افرادیو. متاسفانه توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که مردم عاشق دروغ شنیدنن، عاشق اینن که حرفای قشنگ بشنون، با واقعیت ها نمیخوان روبرو بشن. پیشنهاد من به شما اینه که جای اینکه بخواید دنبال اینجور محتواهای زرد باشید، دنبال اینجور رویا فروشی ها باشید، یه مهارت یاد بگیرید. اما لازم نیست نگران باشید. راههایی هم هستش که میتونید خیلی سریع پولدار بشید. تو ادامه ویدیو به برخی از این موارد اشاره میکنم. من هیچ کدومش رو بهتون پیشنهاد نمیکنم و هیچ تضمینی وجود نداره که از این راه شما پولدار میشید و از این راه به موفقیت میرسید، ولی راههایی هستش که افراد تونستن از طریق این راهها پولدار بشن. راستی اگه منو نمیشناسی، من سپر رؤوفی ام و کارم هم تولید محتوا راجع به مشاغل مختلف و درآمدزاییه. اگه اینجور سبک محتوا رو دوست داری، همین الان کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله نوتیفیکیشنم روشن بکن که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم برات پیامش بیاد. اولین مورد کلاهبرداری و تقلب. این موردو که کلا به کسی پیشنهاد نمیدم، چون بالاخره یا همینجا گیر میافتی، یه بلایی سرت میاد، یا اون دنیا بالاخره هر چقدر وضعیت اقتصادی بدتر بشه، راههای جدید برای کلاهبرداری هم بیشتر میشه. توی هر جا بری، توی هر بخشی بری، کلاهبرداری وجود داره. چند نمونه بهتون بگم. یه نفر میاد موبایل رو با زیر قیمت پیش فروش میکنه و مردم صف میبندن و برای اون موبایل پول میدن و اون طرف غیبش میزنه. یکی میاد کار ساخت و ساز انجام میده و اون خونه رو به چند نفر همزمان میفروشه، یا اگرم این کار رو نکنه توی کارش کم میذاره، مصالح بد استفاده میکنه. یکی میاد خرید و فروش ماشین انجام میده، لیزینگ ماشین انجام میده، کلاهبرداری میکنه، ماشین تصادفی میفروشه. صرفا منظور از کلاهبرداری و دزدی کردن این نیستش که یکی بیاد گوشی شما رو بزنه خفتتون بکنه. اتفاقا اون کسی که میاد گوشیتون رو میزنه روی باهاتون، وضعیتت مشخصه باهاش. اما افرادی که این مدل کلاهبرداری ها رو انجام میدن، اینا هم که ثروتمند میشن، معمولا هم توی 90% مواقع مقصر نیستن و گناهکار نیستن و خیلی راحت زندگیشون رو ادامه میدن. مورد بعد ارث و میراث خانوادگی. این مورد باز نسبت به مورد قبل به مراتب سالمتره و احتمالش هست برای خیلی از افراد چنین اتفاقی هم افتاده باشه.
مطمئنم بارها اطرافیانمون رو دیدیم که زندگیشون زیر و رو شده و از طریق ارثی که بهشون رسیده این اتفاق افتاده، بدون اینکه بخوان زحمت بکشن و کار خاصی انجام بدن. این مورد دست شما نیستش و خداوند متعال باید بهتون یک شخص پولدار، یه آدم ثروتمند دور و برتون قرار داده باشه که انشالله بعد از 120 سالش هر اتفاقی براش بیفته ثروتش به شما برسه. انشالله باید میگفتم. مورد سوم، تبدیل شدن به یک سوپر استار. اگه تو فضایی داری کار میکنی که احتمال دیده شدن توش وجود داره، مثلا فوتبالیستی، بازیگری، خواننده‌ای، توی این شرایط اگر شما تبدیل به یک سوپر استار بشید میتونید خیلی سریع ثروتمند بشید. احتمال چنین اتفاقی هم معمولا خیلی کم هستش براتون. معمولا باید پارتی داشته باشید، یا اگر پارتی ندارید باید خیلی آدمی باشی که هنرمنده، خیلی باید مهارت داشته باشی. مثلا اگه قراره توی فوتبال تبدیل بشی به یک سوپر استاری که همه بشناسنش، واقعا باید بازیکن درجه یکی باشی، نه یک بازیکن معمولی. مورد چهارم، ازدواج با یک فرد پولدار. این موردی که بهتون گفتم فیوریت مردم ایرانه، چه دخترها چه پسرها. وقتی که به ته خط میرسن و از همه چیز ناامید میشن، آرزوشون اینه که با یه آدم پولدار ازدواج بکنن. که البته بهتره بهتون بگم که احتمال انجام چنین کاری واقعا کم هستش، به خصوص اگه پسر باشی. اگه تا اینجای ویدیو مفید بود، برای حمایت کردن از من لایک کن. مورد بعد، وایرال شدن در فضای مجازی. این موردی که الان بهتون گفتم نسبت به تمام مواردی که تا حالا معرفی کردم احتمالش بیشتره براتون اتفاق بیفته. اگه یه ایده جدیدی داشته باشی، اگه یه کار هنجار شکن انجام بدی، یه کاری که تا حالا اتفاق نیفتاده، نمونه‌هاش هم داریم روزانه میبینیم، انقدر تو فضای مجازی زیاد شده، به خصوص تو اینستاگرام افراد میان وایرال میشن، بعدش شروع میکنن به تبلیغ کردن، بعدش شروع میکنن به پکیج فروختن، به مشاوره دادن. مورد آخر، قمار و شرط بندی. این مورد پر ریسک ترین موردی هستش که میتونم بهتون پیشنهاد بدم و احتمالش خیلی زیاده که پولی هم که توی این کار میارید از بین بره. روی بازی‌های ورزشی مختلف، روی اتفاقات مختلف میتونید قمار و شرط بندی انجام بدید، کاری که خیلی‌ها دارن انجام میدن و اگر شانس باهاتون یار بود میتونه ثروت شما زیاد بشه. البته یادت نره که داری میگه قمارباز، در نهایت بازنده شمایی. عجب جمله‌ای گفتم. چه نتیجه‌ای میگیریم؟ همه این حرفا رو زدم، حالا یه خورده چاشنی طنزم واردش کردم، به اینجا برسونمش که آقا واقعا یک شب پولدار شدن توی تایم کوتاهی، یه هفته، 2 روزه، حتی 1 ساله، احتمالش واقعا کمه. یعنی برای افراد خیلی کمی چنین اتفاقی افتاده. حتی این راههایی هم که بهتون پیشنهاد دادم، به جز 1-2 تا موردش، واقعا شما رو نمیتونه ثروتمند بکنه و احتمالش خیلی بیشتره که بیچاره تر هم بشید. ازتون خواهش میکنم درگیر محتواهای زرد نشید، مهارت یاد بگیرید جای اینکه وقتتون رو تلف بکنید سر حرفای پوچ، سر حرفای الکی و افرادی که میخوان به شما رویا بفروشن. خیلی بهتره که روی خودتون کار بکنید، خودتون رو ارتقا بدید. من عادت ندارم بخوام حالا چتمو نشون بدم با کسی، به خدا تو گوشیم حالا قسم خوردن نداره. افراد زیادی بودن که بهم پیام دادن، طرف رفته از یکی تجهیزات خریده، نه تنها پولدار نشده، بیچاره هم شده، رفته پکیج خریده، پکیج آموزشی، نه تنها اون پکیج براش خوب نبوده، وقتش هم گرفته، یه هزینه‌ای هم بابتش کرده. اینا همون افرادی هستن که با رویا فروشی دارن پولدار میشن. اینا همون افرادی هستن که میخوان جیب من و شما رو خالی بکنن. همین. میخوام بهتون یه ویدیو پیشنهاد بدم که بهترین مهارت‌ها و پولسازترین مهارت‌ها رو توش بهتون معرفی کردم. اون ویدیو میتونه شما رو پولدار بکنه. ویدیویی که روی صفحه دارید می‌بینید میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. مرسی که با من همراه بودید. عاشق شغلت باش، از زندگیت لذت ببر.